کلپی اول یه دونه پای تکسن برای جلو به این حالت بسته میشه تا جایی که راه داشته شیم این بالا. قبلش هم دهنه کلپیشو با پای دخمش میزونش میکنم. طرفی که سوراخ داره میاد به طرف پایه دخمش به این صورت قرار میگیره که این وقت یه دونه پیچ 4 داریم با مهره بسته میشه برای اینجا برای دخم اول که قوطی 2 در 2 که سوراخ داره. این بسته میشه اینجا با هم دست بسته میشه، احتیاج به صفر کردن نیست چون بعدش احتیاج داریم که حالت لولایی باز کنیم. یه دونه کلپیه که پای کوتاه پای بلند داره با این تسمه جفت میشه، 2 تا مهره بسته میشه بهش. این برای اینه که قوطی 2 در 2 1 متریه کنار کولر رو نگه داره. دو تا قوطی المانند دارم که رو 2 تاش حالت سوراخ مانند داره، 2 تاش نداره. بعدش اینا هم حالت نرمادگیه. یه سر اینو جفت میکنیم از بعد مهرشان اینا دوتایی رو که سراخ مانده میذاریم و دست بکنیم به بدن و مهرش رو یه دونه پیچ 3 اینجا جفت میکنیم، مهره رو میذاریم یه دونه پیچ 3 بذاریم اینجا جفت میکنیم دست تا یه دیگه شنیدم بذاریم شستش میکنیم دیگه دست من نیست
وقتی دسته بندی برات میاد به این صورت باز میکنی که گوشه کار رو پیدا میکنی، گوشه هاش مشخص به این حالت. بعدش یه حالت کوتاه داره، یه حالت بلند داره که مشخص. اینجوری میگردونی طرف بلند کار، طرف بلند کار باید بیفته جلو. بعدش برای اینکه راحت‌تر تمرین بتونی بذاری به این حالت میگیری برای به این حالت میاد بده. حالا شیدا شل میگیریم یکم دست میزنیم، چند تا دست میزنیم در حالی که نگرش داره. تا کجا؟ تا نرسیده به کرپی. این از بعدش میریم پیش چاری که اینجا بستیم، بازش میکنیم، هیچ رو دهان نمیداریم. خب فقط از تو اول بدهن اینجور آزاد میفته میشه. اینو میذاریم اینجا. اش میای مهر پروانه یا مهر معمولی رو که بستیم جلو برای کردی اینجا باز میکنیم، اینو میکشیم بیرون باز میشه. خب بعدش حالا اینجا یه دونه حالت لبه داره، اینو میگیریم بریم یکم فشار نگرداریم و چهار بزنیم. میمون از سر میزنیم، البته باید یه ذره شد بگیرمش. پیش عقا باز میکنیم. شما یه سری بسته فلزی داری میکشه بسته میزنی خب اینجا رو به صورت میکشیم، یکی دوتا